سلام، وقت بخیر. خیلی ازم میپرسید ارزن خارجی ایرانی خب چه فرقی داره. ببینید ارزن خارجی رو براتون میریزم، میخوام رنگش رو ببینید. با ارزن ایرانی هم کنارش میریزم، فرق رو ببینید. ببینید ارزن ایرانی علاوه بر شفاف بودن زیاد یک دست هم نیست و برعکس ارزن خارجی اصولا خیلی یک دسته و رنگش رو ببینید چقدر تیره تره، درسته منظم تره. نگاه کنید اینو، اندازه ها خیلی فرق داره، کوچیک بزرگه. اما ارزن خارجی رنگش پررنگ تره و انقدر ارزن ایرانی پرنده ها استقبال بهتر میکنن، خوشخوراک تره. برای همین ما به همه میگیم ارزن ایرانی استفاده کنید. واقعا تو روند خورد و خوراک پرندهتون خیلی تاثیر داره. نگاه کنید اگر ارزنتون رنگش